پس از نگاه روانشناسی بخوایم بررسی بکنیم توجه زندگیمون رو میسازه. افراد خیلی زیادی به این موضوع معتقدن. مثلا ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس آمریکایی، تو کتاب اصول روانشناسیش میگه، 1890 کتاب نوشته، توجه کلید تجربه است. اون چیزی رو که ما تجربه میکنیم، توجه میکنیم بهش، تجربه میکنیم. اون چیزی رو که ما بهش توجه میکنیم، تجربه میکنیم. پس از بحث فیزیک کوانتوم گفتیم، بحثای خودمون که داشتیم تست میکردیم چند وقت، خیلی از دوستانی که همراه ما هستید دارید تمرین میکنید، توجه کردید به این که چقدر خوب میشه پول بیاد. به اومدن پول توجه کردید، با احساس خوب و سوال پرسیدید و پول حداقل سریعتر اومد. مثلا یکی از دوستان گفت 3 روز زودتر پول به حسابم اومده. هر ماه مثلا 26م، هر ماه مثلا 29م، 30م می اومد، الان 26م، 27م زودتر اومده. همچین عددی، حالا 2-3 روز. در صورتی که خیلی وقتا شاید تجربهش این بوده که دیرتر میاد. یعنی درسته که مثلا 30م بوده، آقا سیستما قطع، این شده اون شده، نمیدونم هر چیزی. خیلی از دوستان انواع نتایج رو برامون فرستادید، فقط بهش توجه کردیم با احساس خوب. مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی، میگه در کتاب بودن و زمان، می‌نویسه توجه بنیاد وجود است. وجود صرفاً توجه به یه چیزیه. توجه به چیزی است. توجه ماست که داره زندگیمون رو میسازه. باید بهش توجه کنیم. به این توجه کنیم که توجهمون رو داره زندگیمون رو میسازه. آلبرت انیشتین، فیزیکدان آلمانی آمریکایی، کتاب خود زندگی نامه انیشتین خودش نوشته، احتمال زیاد، حالا باز قطعی نمیگه، ولی خب خود زندگی نامه یا اتوبیوگرافی یعنی چیزی که خودم در مورد خودم نوشتم. دنیا آن چیزی نیست که ما به آن توجه میکنیم، بلکه آن چیزی است که ما به آن توجه میکنیم. یه مقدار میخواسته اذیتمون کنه و یه کلام دو پهلو گفت. میگه اون چیزی که داری بهش توجه میکنی دنیا این نیست، بلکه اون چیزی که داری بهش توجه میکنی. تو انتخاب کن چی رو بهش توجه کنی، دنیا همونه. واضحه؟ خیلی به نظرم زیبا بود. البته اون چیزی که داری بهش توجه میکنی نیست، اون چیزی که داری بهش توجه میکنی. انتخاب کن به چی توجه میکنی. این انتخاب کن من دارم میگم و جمله خالصش همون بود که خدمتتون گفتم. و این افراد معتقدن که دنیا یه اطراف ما، بنیاد وجود ما همین تجربه است. یکی از کسای دیگه که توی این موضوع کار کرده و میگه توجه ماست که دنیای ما رو میسازه. اول از همه میگه انتخاب ماست. ما انتخاب میکنیم چی به دست بیاریم. گفتم که توجه کنیم روی اهدافمون، تمرکز کنیم، بدونیم چی میخوایم. اریک فرومه میگه چی؟ جامعه شناس و روانشناس میگه انسان تنها موجودیه که میتونه آیندهش رو انتخاب کنه. چطور انتخاب کنه؟ با توجهش. ما با انتخاب خودمون شخصیت خودمون رو شکل میدیم و مسیر زندگی خودمون رو تعیین میکنیم. این حرف اریک فروم، روانکاو، روانشناس، جامعه شناس. و برا من وقتی چنین کسایی میان حرف میزنن، مثلا یه آقایی هست، کاری ندارم اسمش چیه، البته میاد این حرف ها رو که ما با توجهمون، با نگاهمون، با ارتعاشمون میتونیم دنیامون رو بسازیم، اینو زیر سوال میبره. باشه، قبوله، چون هنوز به صورت قطعی برای دانشمندان اثبات نشده. اما این همه افراد دارن این موضوع رو میگن، باید بشینیم دانشمندان اثبات کنن که توجه ما قطعا دنیای ما رو میسازه. توجه ما باعث میشه در دنیا تغییری ایجاد بشه، بعد اون موقع ما توجهمون رو تغییر بدیم به چیزی که میخوایم، یا نه از الان تجربهش کنیم و زندگی کنیم و تو این ماهر بشیم. این خیلی مسئله مهمی به نظرم که ما توجه کنیم که به چی توجه میکنیم و تست کنیم، امتحان کنیم و داریم اینو توی کارگاهمون، کارگاه ارتعاش خلق پول، بیشتر باز میکنیم. و حالا میگه ما انتخاب میکنیم. اریک فروم میگه انتخاب میکنیم که زندگیمون چی باشه، شخصیتمون چی باشه، آیندهمون چی باشه.
انتخاب میکنیم که آدم سازنده‌ای باشیم و میگه ما آزادی رو داریم که برای رشد و شکوفاییمون اقدام کنیم. اینو اول بپذیریم. یک قسمت مهم ماجرا اینه، یعنی اگر نپذیریم نمیتونیم انجامش بدیم. جای شک و شبهه هم باشه میذاریم، ولی اینکه قطعا رد بشه و اینا رو باهاش مشکل دارن. پس چی شد؟ حالا ما انتخاب میکنیم، ولی چجوری انتخاب میکنیم؟ اریک فرون میگه توجه انتخابه. یعنی ما آنچه را که با آن توجه میکنیم انتخاب میکنیم. ما آنچه را که انتخاب میکنیم تجربه میکنیم. ما وقتی به یه چیزی توجه میکنیم یعنی انتخابش کردیم، و وقتی انتخابش کردیم یعنی تجربهش میکنیم. یعنی اگه به چیزی توجه میکنی تجربهش میکنی. و باز یه جای دیگه اریک فرون میگه جهان آن چیزی است که ما به آن توجه میکنیم. البته بخشی از حرف انیشتینه که در اصل دارن یه حرفو میزنن احتمالاً، یا با یک تفاوت‌های تفسیری دارن یا با دو تا گفتگو. اگر از خودشون میپرسیدیم متاسفانه این عزیزان رو نداریمشون دیگه. ولی داستان اینه، ما به چی توجه میکنیم؟ امروز یه اتفاقی افتاد و ازش آزار دیدم، همونجا عاشقانه میپذیرمش. این عشق اثرشو کم میکنه. میپذیرم که وجود داره، ولی مخالفش رو آرزو میکنم. من خودم رو نمیپذیرم، کودک درونم رو نمیپذیرم، من اتفاقات اطرافم رو نمیپذیرم، دوستشون ندارم. باشه عاشقانه میپذیرمشون، ولی چی میخوام؟ همسرم این رفتار رو داره، عاشقانه این رفتار رو میپذیرم، چی میخوام؟ یه بخشی از این کم کردن توجه به چیزی که داره رقم میخوره رو مدیتیشن انجام میده. یه بخشیشو ریشه یابی، چون در درونم هست، ریشه یابی پیدا میکنیم و خاطرش رو خنثی میکنیم، کم اثر میشه و حالا توجهمون رو روی چیزی که میخوایم میذاریم. و به خاطر همینه در درونمون، حالا بیشتر اینو باز میکنم، الان بحثمون توجهه، به خاطر همین که در درونمون چیزهایی داریم، یک، سخت توجهمون رو به چیز دیگه‌ای ببریم، و دو، به خاطر چیزهایی که در درونمون داریم به چیز دیگه‌ای که توجه میکنیم کمتر اثر میبینیم. با ریشه یابی چیزهایی که در درونمون هست، چه جذبی، یعنی از صفر تا امروز که روز صفر زندگیم، لحظه صفر زندگیم تا امروز که دارم زندگی میکنم، اتفاقاتی افتاده یا در زمان جنینیم اتفاقاتی افتاده که جفتشو هم میگم این زندگی، یا ارثی به هم منتقل شده یا از زندگی های گذشته است. حالا میخواد کارما باشه، فرقی نداره. ما اون رو هم به لطف خدا با مدیتیشن، با نور عشق الهی، هر کارمایی میخواد باشه رفع میکنیم. و توجه و باورمون رو از روی اون چیزی که حتی میگیم کارماست، خدا برای من انتخاب کرده، من باید فقیر باشم، من باید بدبخت باشم، خدا دوست داشته بدبخت باشم، خدا دوست داشته اسیر باشم، برمیداریم و انتخاب میکنیم آزاد باشیم، انتخاب میکنیم آیندهمون رو بسازیم، انتخاب میکنیم جای خالی. پس ماییم که زندگیمون رو میسازیم. بله با EFT زهرایی میشه این کار کرد. یعنی من با تکنیک دو مشت که عاشقانه میپذیرم رو ضربه میزنم. حالا ریشه یابی و خنثی کردن هم با EFT ضربه‌ای انجام میشه. اریک فروم در مورد توجه انتخاب چند تا مسئله میگه. میگه توجهتون رو بذارید روی چیزهایی که برای شما مهم هستن. ما در طول روز خیلی چیزا برامون مهم نیست ولی بهش توجه میکنیم. یک رابطه خوب یکی از مهمترین چیزهایی که تو زندگی میخوایم داشته باشیم. ولی چیزهایی که نمیخوایم داشته باشیم دقیقا همونایی که برامون مهم نیست. چیزهایی که میخوایم داشته باشیم باید برامون مهم بشه. اینو در نظر داشته باشید. تمرکز روی چیزهایی که میخواهیم داشته باشیم. یک زندگی معنادار و هدفمند رو بهش توجه کنیم. اینا آموزه های اریک فرومه. توجه خود رو از چیزهایی که شما رو ناراحت یا ناامید میکنن دور کنید.
این که توجه نکنیم گاهی وقتها یه موضوع سطحی برای بعضیا اثر نمیذاره، برای بعضیا به خاطر درست انجام ندادنش متاسفانه به ضررشون تموم میشه. ولی میشه باز دوباره پذیرش با عشق رو انجام داد و دور کنیم از اون چیزی که نمیخواستیم. توجهمون رو از اون چیزی که نمیخواستیم اول با عشق کم کنیم و بذاریم روی چیزی که میخوایم. یعنی اینجا شاید کسی بیاد منو نصیحت کنه و من باید به اون نصیحت توجه کنم. کسایی که تکنیک دو مشت و بلد هستید، اینجا وقتی شما رو دارن نصیحت میکنن این کار رو انجام میدید، عاشقانه میپذیریدش. میگید باشه، میگید این کار رو انجام بدی احتمالاً بدبخت میشی، باشه عاشقانه بدبختی رو میپذیرم. این که این کار باعث بدبختی میشه رو هم عاشقانه میپذیرم. پذیرش معنای این که برم انجام بدم همیشه نیست. من میپذیرم فقط در درون وجودم و باهاش نمی جنگم که اون جنگیدن در درونم یعنی بهش توجه میکنم. باشه شاید داری راست میگی. با بدبختی که داری میگی و اگر دروغم میگی دارم بهش این همه توجه میکنم، این همه احساس و ارتعاش ایجاد میکنم، مبارزه میکنم. باشه داری راست میگی، عاشقانه میپذیرمش. نه داری دروغ میگی، بازم عاشقانه میپذیرمش. وقتی دارم به شدت از این موضوع فرار میکنم باید توجه داشته باشم احتمالاً یه چیزی در درونم دارم که دارم ازش فرار میکنم. میگه اگه این کارو بکنی بدبخت میشی. حالا اون آدم اصلا هیچ تجربه‌ای هم نداره، هیچ استعدادیابی هم بلد نیست که بخواد به ما یاد بده که این کارو بکن اون کارو نکن. ولی وقتی من دارم اینجوری ازش فرار میکنم باید در درون خودم با دنبال ریشه یابی بگردم و اون رو پیدا کنم و کاهش بدم. اما میگه تو میری بدبخت میشی، این میشی اون میشی. باشه عاشقانه میپذیرم، چه درست بگه چه غلط. عاشقانه پذیرفتن یعنی توجه نکردن، توجه شدید نکردن. و حالا داره میگه میری بدبخت میشی، عاشقانه میپذیرم، ولی چقدر میشه خوب میشه خوشبخت بشم. میری ورشکست میشی، چقدر خوب میشه خوشبخت بشم. تو ذهنم داره این اتفاق میفته. یک موسیقی متن مثلا پدرخوانده هم در پس زمینه میتونه تو ذهنتون پخش بشه. کم توجه کنید، عاشقانه بپذیرید، با اون موسیقی تو ذهنتون پخش میشه. حالا بندری میخواد پخش بشه یا هر چیزی، باشه قبوله، حالا دا بهش توجه میکنن. و مخالفش همونجا دارم میگم باشه عاشقانه میپذیرم، احتمال داره ورشکست بشم، باشه عاشقانه میپذیرم. و چقدر خوب میشه که مثلا ثروتمند بشم، رشد کنم. شاید حرف اون آدم درست باشه، به خاطر همین به اندازه‌ای بهش توجه میکنیم. قبوله؟ گاهی وقتها چیزی که باید با ما برسه از طریق افراد دیگه، از زبان آنها به همون میرسه. ولی گاهی وقتها هم افراد اینقدر دیگه بی تجربه ان، اینقدر مضر هستن که بهترین کار اینه که باهاشون مشورت نکنیم. داره میگه و من میخوام این زمان رو بدون توجه منفی بگذرونم. عاشقانه پذیرفتم ولی چقدر خوب میشه. این رو داریم. موضوع سوالی؟